سلام، به طور زنده از کمپ واوانکوا با شما حرف میزنم. یه جایی نزدیک موسکوکا، آنتاریو. میدونید من کریس مکلین هستم، میزبان شما که دارم فصل اول از داغ‌ترین برنامه واقعه‌نما رو در تلویزیون اجرا میکنم همین الان. قرار اینه 22 تا داوطلب ثبت نام کردن تا 8 هفته رو درست همینجا توی این کمپ تابستونی قدیمی و تنگ بگذرونن. اونا همگی تو مسابقه هایی با هم رقابت خواهند کرد، بعدش باید مورد قضاوت هم کمپیاشون قرار بگیرن. هر 3 روز هر تیم یه جایزه میگیره، یا یکی از اعضای تیمو نگاه میکنه که به اسکله بازنده ها میره و سوار قایق بازنده میشه و برای همیشه از جزیره آرزوها میره. اینجا درباره سرنوشت تصمیم گیری میشه توی جشن‌های مهیج دور آتیش کمپ که هر هفته همه داوطلب‌ها به جز یکی یه شیرینی گیرشون میاد. عالیه. در آخر کار فقط یکی سر پا میمونه و یه شهرت مجله بی ارزش جایزه میگیره و یه ثروت کوچیک که باید قبول کنیم احتمالاً تو یه هفته هم به باد میدن. اونا برای زنده موندن باید با مگس‌های سیاه، خرس‌های گریزلی، غذای حال به همزن کمپ با همدیگه مبارزه کنند. هر دقیقه با یکی از صدها دوربینی که تو همه جای کمپ نصب شده ضبط میشه. شما فکر میکنید کی زیر فشار خورد میشه؟ و حالا میریم جزیره آرزوها. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید خیلی خوب باشه. میخوایم بریم با هم جزیره، اونجا باید توپ به توپ باشه. چه خوش میگذره به ما، میریم ساحل و آفتاب میگیریم، بعدش میریم ماهی گیریم. شبها میریم تو جنگل، میخندیم و آزاد میشینیم. چه خوش میگذره به ما. همه با هم میریم شاد و خوشحال بریم به این جزیره. همه با هم میریم شاد و خوشحال بریم به این جزیره. به جزیره آرزوها خوش آمدید. خیلی خوب، وقتشه که 11 تا داوطلب اولمون رو ببینیم. ما به اونا گفتیم که قراره تو این پناهگاه 5 ستاره بمونن، پس اگه یکم عصبانی به نظر رسیدن احتمالاً به خاطر همینه. چطوری؟ دیدن تو خیلی باور نکردنیه. تو تو زندگی واقعی خیلی کوتاه‌تری. ممنونم. دیجی! هی کریس مکلین، اوضاع چطوره؟ هی مطمئنی که اینجا رو درست اومدی؟ وانا و داغ کجاست؟ هی رفیق، اینجاست کمپ واوانکوا. فرم درخواست که خیلی با اینجا فرق داشت. هی گون، یعنی ما اینجا میمونیم؟ نه، تو باید اینجا بمونی. اتاق من یه کانتینر با تهویه مطبوع از اون طرف. من برای این ثبت نام نکردم. شما ثبت نام کردی. میدونی خوبی وکیلا به چیه؟ اونا کلی کپی میگیرن. من اینجا نمیمونم. خوبه؟ پس امیدوارم بتونی شنا کنی، چون وسیلت همین الان رفت. لعنتی. کریس مکلین، چطوری مرد؟ دیدن یه افتخار مرد. جف استر، به جزیره خوش اومدی مرد. ممنونم مرد. اگه یه بار دیگه بگه مرد من بالا میارم. با شما هم این لینزیه. خیلی هم شیک نیست. سلام. خب خیلی آشنا به نظر میرسی. من کریس مکلینم، میزبان برنامه. منم از همونجا میشناسمت. آره. هدر، سلام. مثل این که برای 8 هفته آینده دوستای جدیدت هستیم.
دانکن رفیق. من از سورپرایز خوشم نمیاد. آره، افسر وثیقت به من درباره اون هشدار داد مرد. دیگه اینکه به من گفت هر وقت بهش بگم برات میگردونه به دارالتعذیب. باشه رفیق، کنار آتیش میبینمت. خوشگله. برو بمیر آشغال. به مامانم اینو زنگ میزنم، مجبور نیستم اینجا بمونم. خانوم ها، آقایون، تایلر. کفشام. سقوط بدی بود پسر. هارولد به کمپ خوش اومدی. به چی نگاه میکنه؟ یعنی میگه همه این برنامه‌ها توی کمپ تابستونی خیلی کوچیک برگزار میشه؟ درست فهمیدی. خوبه، این برای مهارت‌های من خیلی خیلی بهتره. شرکت کننده شماره 9 هستش ترنت. اوه خوشحالم میبینمت مرد. توی اون رقص اسکیت دیدمت، فوق‌العاده خوب بود. هی ممنونم پسر، میدونم که نمایش سر حالت آورد. من اونو دیدم، یکی از مردا رفیقشو با سر زد زمین، بعدش اونا بخشیده شدن. خوششانسی، کاش که منم با سر بیفتم زمین. منم همینطور. خب که اینطور عجب جایی اومدم. هی چطوری؟ بسیار خوب. بریجت دختر موج سوار ما اینجاست. تاخته قشنگیه، اما اینجا مالیبا نیست. فکر کردم قراره توی ساحل باشیم. هستیم. عالیه. خیلی خوب میشه. آی لعنتی، آی سرم. سلام بچه ها. هی منم جف. چه خبر؟ لعنتی، مواظب تخته باش دختر. سلام، من بهتر. خیلی خوب، معاشرت بست موج سوار. میشه لطفاً ادامه بدیم؟ فکر کنم امروز صبح یکی کاپوچینوی دوبلش از دست داده. ببندش. آی سرم. آی داوطلب بعدی من نواست. پرونده من درباره آلرژی‌های کشندمو خوندی؟ مطمئنم یکی داره. خوبه، پس ما اینجا میمونیم. اینجا خونه مامانته و ما یه مهمونی گرفتیم. با مزه بود. تیزی قشنگی داری خودت. آره، یه دونه میخوای؟ نه، میشه لطفا لبامو پس بدی؟ ممنون. هی برعکس، لشانا جونتون اومد. عزیزم چجوریایی رزن قدش؟ هوا خودتونو داشته باشین، لشانا اومده برندشه. جون رفیق، بده بیاد ماچو. من تو زندگیم هیچ وقت دختری مثل تو ندیدم. چی شنفتم؟ تو واقعا بزرگی، صدات بلنده. نه تو چی به من گفتی؟ نه تو هنو هیچ چیشو ندیدی. من گانده هشو نشونت میدم جیگر. شام میخورد جون بکن. خب خیلی خوب بچه ها آروم باشید. خانوما، سیدی، کیتی، به خونه جدیدتون برای 8 هفته خوش اومدید. اوه خدای من، سیدی نگاه کنی، یه کمپ تابستونیه. آره من آرزو داشتم یه روزی بیام اینجا. هی ایزیکل، چطوری مرد؟ فکر کنم یه پلنده دیدم. خب نگاه کن رفیق، من میدونم که زیاد بیرون نمیری. همه ی عمرت تو خونه درس خوندی. آدمای دهاتی و عجیب بزرگت کردن. فقط زیاد حرف نزن و سعی کن خیلی زود شوت نشی بیرون. خب بله قربان. این واقعا کودی، کودستر، کود مایستر. رفیق من دیوونه اینجا موندنم. میبینم که خوشگل خانوما قبلا رسیدن. احساس
بی احساس. ایوا خوبه، خیلی خوش اومدی. آو این تو چیه؟ دمبل؟ آره. مال خودت مرد. کریس چطوری پسر؟ یا این فوق‌العاده است. اوون خوش اومدی. عالیه که اینجا مرد. آره مرد این واقعا عالیه. آره عالیه. تو دلت میخواد بیای توی تیم من؟ اوه معلومه که میخوام. تموم کردی؟ متاسفم رفیق، واقعا دیوونه شدم. خوبه و این کورتنیه. ممنونم. سلام، شما باید بچهای تیم باشین. خوشحالم که میبینمتون. حالتون چطوره؟ من اوون هستم. از دیدنت خوشحالم. واو. این جاستینه. به جزیره آرزوها خوش اومدی. ممنونم کریس، این عالیه. همونطور که میدونی ما تو رو کاملا بر اساس تیپت انتخاب کردیم. میتونم باش کنار بیام. من از شلوارت خوشم میاد. ممنونم مرد. چون مثل این میمونه که سابیده شده باشه. یا همینجوری خریدیش؟ او نه، فقط یه مدته که دارمش. آها خوبه. باق. هی بچه ها، اینم ایزی. سلام کریس. سلام. اوه واقعا بد بود. بچه ها ممکنه موضوع جدی باشه. خدای من خیلی خوب بود. به جز کوبیدن چونم. اینجا کمپ تابستونیه، خیلی جالبه. اینجا مجسمه سازی با کاغذ دارین. الان میخوایم نهار بخوریم. این یه ایده خوبه. اول چیزای مهمتر، ما برای تبلیغاتمون یه عکس دست جمعی لازم داریم. همه اینور. خوبه. 1 2 3. خب در لنز یادم رفت. خوبه، حالا جست بگیرید. 1 2. صبر کنید، کارت پره. یه لحظه یالا پسر، عضلات صورتم ور اومد. خب آماده اید؟ همه بگین واوانک و خب بچه ها خودتون رو خوش کنید و 10 دقیقه دیگه منو کنار آتیش کمپ ببینید. اینجا کمپ واوانکوا هستش، خونه شما برای 8 هفته آینده. یعنی کسایی که دورتون نشستن هم اتاقیاتون خواهند بود، رقیباتون و حتی شاید دوستاتون. گرفتید؟ کسی که بتونه بیشتر از همه توی جزیره آرزوها بمونه بدون اینکه حذف بشه $100,000 برنده میشه. ببخشید اینجا ترتیب خوابیدن چجوریه؟ چون من اینجا یه تخت میخوام زیر تخت اون. قاطی اینا که نیستیم، هستیم؟ نه، دخترها یه طرف هر اتاق میخوابن و پسرها طرف دیگه. ببخشید کایل، من از همه خوشگل‌ترم، پس یه کابین با منظره دریاچه میخوام. خب هستی، ولی اینجا کارا اینطوری پیش نمیره و من کریس هستم. من باید با سیدی زندگی کنم یا بمیرم؟ منم دوست دارم باهاش باشم، منم بدون اون میمیرم. این غیر ممکنه. زود باشید بچه ها، خوش میگذره، مثل موندن تو خونه یک کس دیگه یه. حداقل مسئول نیستی پیش اون بخوابی. برنامه اینه، ما شما رو به 2 تا گروه تقسیم میکنیم. اگه اسمتون رو خوندم برید اونجا وایسید. گون، ترند، هدر، کودی، لینزی، بت، کیتی، اوون، لشونا، جاستین و نووا. از این لحظه شما رسما موشهای جیغ جیغو هستید. و اینم پرچم موشها.
اوه، من یه پرچم موش دارم. صبر کن، سیدی چی؟ بقیه شما اینجا. جف، بریجت، دیجی، تایلر، سیدی، ایزی، کورتنی، ایزی کل، دنکن، ایوا و هارولد. بجنبید. کیتی یه موشه، پس منم باید یه موش باشم. سیدی بیا، درست میشه. این عادلانه نیست. دلم برات تنگ میشه کیتی. منم دلم برات تنگ میشه. شماها رسما به نام ماهی خاردار قاتل شناخته میشید. این عالیه. این خیلی شگفت‌انگیزه. خیلی خوب بچه ها، در طول این مسابقه شما و تیمتون در همه محلهای عمومی در دید دوربین هستید. همینطور میتونید هر وقت که بخواید درونی ترین فکرهاتون رو با خاطرات روزانه روی نوار ضبط کنید. بذارید بیننده ها توی خونه بدونن که شما واقعا چه فکری میکنید و چه چیزی تو دلتون میگذره. خب تا حالا که افتضاحه. من نمیفهمم فیلم بردار کجاست؟ هی همگی توجه کنید، من یه چیز مهمی برای گفتن دارم. خیلی خوب، دیگه سوالی نیست؟ خوبه، بریم اتاقاتون رو ببینیم. موش‌های کیسه دار شما تو اتاق‌های شرقی، ماهی‌های خاردار در غرب. تختای تاشو اصلا شبیه کمپ تابستونی. قراره همینطور باشه نابغه. خف بابا، دختره عجق بجق. تو خیلی باهوشی، احساسش میکنم. تو نباید طرف پسرا باشی؟ پریزا کجان؟ باید اتومو بزنم به برق. من بهت میگم چند تا توی حموم‌های مشترک هست. ببین درست اونور. یعنی باید مشارکتی بریم حموم؟ نه، مشارکت نه، مشترک. یعنی ما با هم دوش میگیریم؟ احمق. وای نه، نمیخوام. واقعا خوشحالم که فقط با پسرها توی یه کابین هستم. میفهمی که منظورم اینه که نه، منظورم این نبود. من دخترها رو دوست دارم، فقط نمیخوام نزدیکشون بخوابم. منظورمو میفهمی که صبر کنید. ببخشید کریس، چرا تو این منطقه هیچ نگهبانی وجود نداره؟ شما همه 16 سال دارید، یعنی اینقدر که توی یک کمپ تابستونی معمولی مشاور آموزشی باشید. پس هیچ کس به غیر از من به شما نظارت نمیکنه. نیم ساعت وقت دارید که وسایلتون رو باز کنید و من رو توی محوطه ببینید. از همین الان شروع شد. خوبه. جیغی میزنه شیر برنج. این چیه؟ بکشیدش. اون تخت من بود. خب اینم یه راه کشتن سوسکه. عالیه. اگه بازم سوسیدی فقط به بعد بگو. خب چود میدونی من میتونم این کارو بکنم. اونا همیشه میرن سراغ ورزشکارا. گوش کنید، من 3 بار در روز اینو میدم و شما 3 بار در روز میخوریدش. سینتون رو بردارید، غذاتون رو بگیرید و بشینید. حالا ببخشید، ما همه ویتامینای غذایی رو جذب میکنیم. آره، چون من اگه قند کافی به هم نرسه شدیداً قندم افت میکنه. شما میتونید کلاً خفشید. عجب قاطی کردم. چه بود؟ بیا جلوتر پسر چاق، صداتو نشنیدم. راستش من چیز مهمی نگفتم. مطمئنم که نگفتی. تو بچه استخونی، سینی تو بده من. چه خبر رفیق؟ آره اینجوری هست. پس ببخشید
ببخشید، متخصص تغذیه من میگه که من نباید شکر سفید، آرد سفید یا لبنیات بخورم. فکر نمی کنم این مشکلی باشه. خوبه. باشه، من از این متنفرم که قابل پیش بینی باشم و تو روز اول شکایت کنم. خب فکر کنم درسته. به محوطه اصلی خوش اومدید. هی پسر، میتونیم یه پیتزا سفارش بدیم؟ اوه باش شرفی، همین غذای شل قهوه‌ای خوبه مگه نه بچه‌ها؟ شروع اولین مسابقتون 1 ساعت دیگه است. مگه چه کاری باید بکنیم؟ مسابقه باید بدیم، میگن سخته. او لعنتی. قسمت بعدی جزیره آرزوها از جم تیوی. اولین مسابقه پریدن از صخره 1000 پایی به داخل دریاچه پر از کوسه است. بار اولم نیست که من از این کارهای خطرناک انجام میدم و ترسی هم ندارم. در واقع من فکر میکنم اگه بپره حتما میمیره. من آمادم تا از صخره 1000 متری بپرم پایین.